شما گفتید که سفر کردن و غریب بودن یعنی هجرت کردن برای شرط اول است، اما امروزها ببینید که حالتهای زیادی هست که اکثریت از اهل علم نمیتوانند با آسانی درس گویند، یعنی سببهای مختلف دارد و بعضی از آنها حتی برای درس گفتن امروز مهارت ندارند، یعنی که مهارتی قوی ندارند که به یک نفر درس گویند، چون بعضی سببهای دیگر از بالا هست. این باید چگونه حل شود به فکر شما؟ بنابراین بسیار بودن استاد این فضیلت شاگرد هست. کدام شاگردی که استاد زیاد دارد اون انسان علم بیشتر به دست می آورد، برای آنکه از هر یک استاد فایده های مخصوص می گیرد. بگذار بعضی استادهای بودند و هستند که آنها اسلوبی بیان خوب ندارند، ولی در آنها دیگر خیر هست. بعضی شخصیت های هست که الله تعالی به قلم آنها برکت داده است، بعضی ها هستند که به زبان آنها برکت داده است که اسلوبی فهمانیدن خوب دارند، یا بعضی ها هدی و سمت زیبا دارند، یعنی آداب و اخلاق و عمل آنها، حتی راهروی بعضی علما این خودش یک نوع تعلیم و تربیه هست. بنابراین وقتی که امام مالک را مادرشان به نزد ربیعه ابن عبدالرحمن رای فرستانیدن، گفتن که فرزندم تو رو به نزد ربیعه پیش از آن که از علمش آموزی از آدابش علم آموز. گفتن در نزد علما نشستن شرط نیست که آن عالم یعنی زبان فصیح و بلیغ داشته باشد و اسلوبی بیان خوب داشته باشد، اون در نزد آنها نشستن حکمت های زیاد دارد. ما گفتیم که بعضی از اهل علم اگر سخت هم شود ترسانچک هستند، یعنی میترسند که درس گویند. من این را سوال کردم، اگر آنها که ترسان باشند از آنها نیز یگان چیز آموختن ممکن است، یعنی از ترسشان دیده می شود. عموما برای همین وقتی که طالب علم استاد زیاد داشته باشد می تواند از هر یک عالم یعنی فایده مخصوص به دست آورد. اگر ترس داشته باشند خیر، اگر یگان چی و خیر دیگری داشته باشد میگیرد. بعضی انسان ها واقعا از الله سبحانه و تعالی هم ترسشان بزرگ است، از شهرت میترسند. میگفتند که شهرت مانند زنبوری عسل است، اگرچه مثلا عسل هم میدهد باز نیش تیزی زهردار هم دارد. مقصد شهرت هم انسان به فتنه گرفتار میکند. بنابراین بعضی انسان ها علمای کبار هستند مخفی ماندن، در وسایل اعلام برآمد نمیکنند که در یک مسجد یا در یک خانه به عددی کم تعلیم میدهند.